سلام همراهان گرامی، به کانال الماس‌های آگاهی خوش اومدید. یکی از مهمترین عواملی که رابطه انسان با خدا رو تیره و تار میکنه میدونین چیه؟ برای اینکه بتونیم این موضوع رو به خوبی درک کنیم لازمه که یک داستان فرضی داشته باشیم. فرض کنین که مدیر یک شرکت هستین و 2 کارمند دارین. یکی از کارکنان شما مطیع محضه و هر کاری که بهش میگین همونطوری که گفتین درست انجام میده. اما کارمند دومتون اینطوری نیست. گاهی کارو انجام میده، گاهی هم سرپیچی میکنه. گاهی خوبه، گاهی بده. توی کارهاش قصور و کوتاهی هم داره. حالا کدوم کارمند رو ترجیح میدین؟ خب مسلمه کارمندی که مطیع محض باشه قطعاً بهتره. حالا پارت دوم این داستان اینه که اگر یه روز دختر کوچیکتون رو توی شرکت بذارین و خودتون برین جایی و وقتی برگردین متوجه بشین که اون کارمندی که مطیع محض شما بوده دختر کوچیکتون رو اذیت کرده، بهش آسیب زده، ولی اون کارمند متوسط که گاهی خوب بوده گاهی بد هوای دخترتون رو داشته و ازش حمایت کرده و کمکش کرده، حالا بگین کدوم کارمندتون رو بیشتر میپسندین؟ مسلمه حس خیلی بدی نسبت به کارمندی که دخترتون رو اذیت کرده دارین. هر چقدر هم که مطیع محض شما بوده انگار همه خوبی‌های قبلیش بی ارزش میشه، چون به عزیز شما آسیب زده. هر چقدر کارمند خوب و منضبطی باشه دیگه نمیتونین مثل قبل باهاش رفتار کنین. اون آسیب زدن به دختر عزیزتون اینقدر براتون تلخه که هر چقدر هم که اون کارمند من بعد کارشو خوب انجام بده ولی نمیتونه جبران کنه. اما از اون طرف اون کارمند دیگه‌ای که گاهی خطا میکرد و گاهی نافرمانی ولی به حرمت کمک و یاری رسوندن به دخترتون میتونین از خطاهاش بگذرین و نسبت بهش خوشنودین. چرا؟ چون دخترتون رو خیلی دوست دارین. قصه رابطه ما با خدا هم دقیقاً همینه. هر چقدر که به دستورات خدا نماز و روزه و حج و جهاد عمل کنیم ولی به بنده هاش آسیب بزنیم تمام اون خوبیای ما بسته به میزان آسیب بیفایده میشه، چون خداوند عاشق بنده هاشه. خداوند میلیاردها برابر از پدر و مادر به بنده هاش مهربون تره. اگه یه شعله عظیم آتیش جلوی یه دیوار کاهگلی روشن بشه چقدر تصویر آتیش روی دیوار کاهگلی میفته؟ خیلی کم. یه تصویر ضعیف از شعله های آتیش روی دیوار کاهگلی نقش میبنده. اون شعله های آتیش مثل عشق خداوند نسبت به بنده هاشه و تصویر ضعیف شعله ها روی دیوار کاهگلی میشه عشق یک مادر نسبت به فرزندش. پس عشق یک مادر، عشق یک پدر نسبت به بچه یک تصویر ضعیفی از عشق خداست و عشق خدا هزاران بار بیشتر و پررنگ تره. آیا ما روی این کره خاکی عشقی بالاتر از عشق مادر به فرزندش داریم؟ پس زمانی که آگاهانه یا ناآگاهانه به یکی از بنده هاش آسیب میزنیم، این خدایی که عاشق تک تک بنده هاشه چقدر از ما ناخشنود میشه. اگه سالها عبادت کنیم،
اگه شبها رو تا صبح نماز و عبادت و روزها رو هم روزه بگیریم، آیا میتونیم خدا رو از خودمون راضی کنیم؟ آیا جبران میشه؟ برای همینم هست که خدای ارحم الراحمین میفرماید اگه حق الناس به گردن دارین باید طرف مقابل رو راضی کنین تا من راضی بشم. عبادت و بندگی خدا و همه اعمال نیک بسیار خوب و پسندیده است، ولی اگر مطیع محض دستورات خدا باشیم، اگر اهل نماز و روزه باشیم ولی در کنار این طاعتها به بنده هاش آسیب بزنیم، بسته به میزان آسیب و خطامون تأثیر عبادت ها از بین میره، خوبی همون نابود میشه. اون خانومی که برای نظافت به منزل شما میاد بنده عزیز خداست. اون آقای پاکبان محترمی که صبحها کوچه ها رو تمیز میکنه بنده عزیز خداست. همسر تو و فرزندان تو بندگان عزیز خدا هستند. تک تک افراد خانوادت، مشتری کسب و کارت یا مراجعه کننده ادارت، همکارانت، مردم شهر و کشورت، همه و همه بندگان عزیز خدا هستند. خیلی مواظب باش که بهشون آسیب نزنی. خیلی مراقب باش که دل کسی رو نشکنی. خیلی مراقب باش مبادا یه نفر که از لحاظ مالی ضعیف‌تره وقتی میاد خونت کمتر تحویلش بگیری. خیلی مراقب باش دل مادر همسرتو نشکنی. گاهی وقتا یه دل شکستن، یه حرف سرد، یه برخورد نادرست آدمو چندین سال، گاهی چندین دهه از خیر و برکات زندگی عقب میندازه. نمونه های اینا رو زیاد دیدم. شاید این مشکلی که الان در اون گیر کردی به خاطر یه حرف تلخی بوده که سالها پیش به کسی گفتی. شاید به خاطر یه قضاوت نابجا بوده. ما که نمیدونیم یه حرف نادرست یا یه حرکت اشتباه ما چقدر در روح طرف مقابلمون رنج ایجاد میکنه. ما که نمیدونیم چقدر فکرش مشغول میشه. ای بزرگوارانی که صاحب خونه هستین و مستأجر دارین، خیلی مراقب باشین مبادا حقشو پایمال کنین. عروس‌های عزیز خیلی مراقب باشین که مادر شوهرتون با یه دل شکسته از خونتون بیرون نره. خیلی مراقب باشین به آدم‌های ضعیف و کسانی که تو مشکلات زندگی غرق هستن یاری برسونین. مراقب همه آدم‌های دور و برتون باشین. حالا دوباره برمیگردیم به مثال شرکت. اگه دختر شما توی مثال شرکت بزرگ و قوی باشه و آسیب ببینه، خب ناراحت میشین. ولی هر چقدر فرزند شما کوچیکتر و ضعیفتر باشه، عصبانیت و ناراحتی شما خیلی خیلی بیشتر میشه. برای همینم هست که حدیث داریم بترس از ظلم کردن به کسی که جز خدا کسی رو نداره. آقای محترم، خانم شما از پدر و مادرش جدا شده و اومده خونه شما تا با شما زندگی خوبی داشته باشه. اون الان جز خدا کسی رو نداره. خیلی مراقب باشین که با همسرتون به نیکی و اونطوری که خدا میپسنده رفتار کنین. اگه دلی رو شکستی جبران کن. اگه کسی رو رنجیده خاطر کردی بهش محبت کن. وقتی میری سفر برای عزیزانت هدیه بیار.
به همه اطرافیانت عشق بورز که هر کس که عاشقانه زندگی کنه در دل خدا جای داره و خدا در دل اون ساکنه. پس در کنار عبادت و اطاعت و بندگی خدا مراقب بنده هاشم باش، چون عزیزان او هستن. یادمون باشه که خدای مهربون در مورد بنده هاش سفارش زیادی کرده. 100 سال نماز و روزه و حج و جهاد آنقدر نبود که تو دلی شاد کنی.